سلامی دوباره به شما دوستان گرامی. خب من از اینجا میارم. من که پوچ، من از پوچ خیلی میخورم. ببین من از پوچ اصلا نگم براتون، نگم اینجوری بگم لاین دفعه پیش رفتیم سایلنسور میریم. خب نه اینا که مانا کم نگیریم. اما اول مثل که من ساپورتم به جای هارد ساپورت. ببین دوست داشتم لاین برم خب فقط به خاطر اینکه انش در نیاد، همین، فقط به خاطر همین. خب یزید بعد آرک مید نو. شاید بپرسین چرا انقدر ریشتو میخارونی؟ بخاطر اینکه خیلی بلنده، میخاره، باید کوتاش کنم. ولی مدوسا، اگه لاین بودم به مدوسا کمک میکردم. ولی خب ببین کوتورم دوست دارم یاد بگیلم. کوتور لوریو. به این بچه یه دست بدیم. ایوه داد. میخواستم به این دست بدم صداش در نیاد. بریم اونجا. اسموک هم پولم نمیرسه. Better of smoke here. این خود مدوسا. آره مدوسا واقعا اولی بازی خب دمیج خاصی نمیده. بذار اوکی بنویسم بگم باشه میمونم. اوکی. همونجا چیز شد. نمیشه کاری کرد خیلی. بیا همینو بگیریم بریم. به منم پول داد. به من پول داد. چرا پول داد؟ میگه من اصلا بهش اتک دادم اصلا به. یه دونه ویژن بذاریم اینجا. بوتس بگیرم. نه اینو میگیرم. چه بوت میگیرم این؟ لالا almost didn't work. این که نداره. اینم که یه بوت داره فقط. چه هیچ به هیچی. یه دونه هم فکر کنم به این رفته. کنم فقط اتک دادنه دیگه، چیز خاصی نمیتونم بگم الان. تو رو میزنم. من چقدر دمیج دادم. اینتلیجنسام شده 11. بهیبه این این باز شروع کرد. منو نیال. منو من فکر کنم این وری موو میدادم خیلی به نفعم بود. این اگه یه دونه اینجوری کرده 20 ثانیه دیگه میاد. خب تیپی کنیم که باز یه دده قشنگ بریم. چرا اینجوری چرا این مدلی وایساد؟ شد یا نشد؟ کرسیو بی منطق انداختم روش. واقعا نباید انداختم. جدی فقط میتونم دو مثلا خیلی
خیلی نمیشه کاری کرد توی لین. سایلنسر میشی چون خودت یه هیروی بزنی بعد مثلا خیلی هلپ الان روش انداختم. حالا مثلا خیلی خفنی تو با کلا. آخه نه خیلی خفن بود. اینم دو نداره یه جوری سه گرفته انگار خیلی مثلا هیروی رنج تو لینه که راحت اینجا بهش هیت بدن. بابا لامصب خیلی هیتت نمیدم با ابیلیتی دارن میزننت. بیا نکن با ابیلیتی دارن میزننت. خاکتون سرت فرین بالاخره. لگو دیدی؟ کلیک کردم بعد لغوش کردم. لغ بیا من یه دونه. چرا پینگم بالاست مگه؟ من چرا میزنم 3 سال دیگه میزنه. کلیک که میکنم پینگم مثلا زده 110 120. یعنی چه اصلا عجیبه. من لک شدم مثلا پرت بکنه و به قولی من باید دیدم و بدم دیگه. اون دیل بذار بشنوسم. واقعا از این که یه خیلی پشت سر هم بدی خیلی بده واقعا. شرمش میاد آدم. بسم تیپی کنم بیام بالا. آرکم که وسط کدوم فستشو برداشته؟ این فستش جداست که میمکه یا رو اینیاش ما رو دیده دیگه. لو رفت. ای بابا ای بابا لو رفت. نو ای وای من اینتر نزدم. اینتر نزدم. کیده تو همجور پایین بده. آره حوصله ندارم بیام چیزت کنم پوششت بدم. کنم گیم لوز سگه. گیم لوز سگ خار مادره واقعا. وای واقعا. لینش تنها است. مثلا کی کنار این قرار بوده باشه؟ مال من ریدیه ها. میگه we need vision here. خب میدونی چجوری قضیه توربو اینه که خیلی نمیدونم چی بگم به خدا. بابا خب آها فقط هیت بده باشه اصلا اشکال نداره. فقط هیت بده. فقط هیت بده. یه وقت 6 نکنی. 6 نگرفته. خیلی واجب نیست با 6 بگیری. یعنی 6 هم نگرفته. من فقط قابل مردن بودم. کاش میذاشم این بمیره و من نمیمردم. چون من دادم خیلی زیاده. خیلی دادم زیاده. خیلی گریف. مثلا پایین تیم برساوه اون لینه دست بر نمیداره. استواره که به اون لینه بده. و نگاه کن آنس تبدیبل شده. الان اصلا میگم من میتونم اینو بزنم. الان من اصلا به نظرتون میتونم نمیتونم. بازم بزنی من خودم اینجا نشون دادم. اگه میخوای واقعا چرا این بهت مانا بدم.
نمیری. اینم چیکار میکنی؟ تو مثلا هیرو لیت گیمی دیگه. ایس جی جی. آره ایس جی جیه. ایس جی جیه. مرد. خب باید برگردیم. من نمیام بزنم اونا. اینجوری میشه. خاک تو اون سرت اصلا. اون 6 نداشت. عالیه. من فکر کردم 6 داشت. تیپش برید حرکتش کاملا خفن بود ولی به خاطر ابیلیتیش بود، یعنی خوب به موقع. The goat, the bows. میذارم لینا بری بجا بهتر. خب تپه کنیم کجا؟ تپه کنیم کجا؟ بگم بالا بمیریم. حالی میشه. اینو به تو اینو بدم. داریم میمیریم. مووینگ. بیا مووینگ کن. تو اینو بگیر حداقل. اشکی اونو نگرفته بود. مانات داره میره. تیمبرساف بلد نیست آقا، جدی تیمبرساف بلد نیست. مشکلی پیش آمده کسگم. من دمیج گرفتم که آره اصلا نه نفلش کن. لایف فستیل میگیرم با این. یکم اتاکوری بازی کنیم چون اینا مجید خیلی چیز نیست. میدیدنش به خاطر یکم ارس شیکر زدش کجا میره. دهنت سرویس. ارکید ما لولونز. این سفتمون میکنه. استرنق میده خوبه. استرنق اینجا یه چیزایی هست. انگار من مارک دادم اونا خوردن. خیلی خوب بود. خوبه تنبور اونو بخور. بذار من اینجا بذارمش جای اسم. یا اول فرض یا اوه تاق همینه. من یه سی بهم میگه مدوس ها رو کلا باید تنها بذاری و موو دادن اینجا اشتباه بود. نقصر خودمه. خاطر اینکه رون اون بالا خوردن. وقتی که رون اون بالا میخورند خب دو به سمت بالا میگن دیگه پانکین. چه احمق بازیده بود در آورد. الان لوز سیرک خار مادرم. از اون لاینی که بردم فیلمشو گذاشتم تا الان لوز. یه دونه وینم نگرفتم. خیلی خوبه. خیلی خوب. مثلا اینجور نبوده من خراب بکنم بقیه خوب باشن. اینجوری هم نبوده. گند از منم. من گند زدم تو چیزاش بوده یا هممون با هم گند زدیم. تو دگر که داری. نه دگر نداره. سایلنسر مشتی زدم که خیلی گو نخورم به خاطرش. ببین برعکس جای نباید برعکس باشه. جای این برو محمد خودت بکار کم کن بخور. والله اونجا که هیچکی نیست برای چی دارم میرم. Silent running.
برم پایین جونو میکاره کله رو میبنده کریپا نمیذارم برم. خب این نوست کنم اینجا بکاریم سرش لبای لبای ای به همین جوری اومدم اینجا همین جوری داشتم راه خیلی خوب بود اون یارو همین تیم برسابه فقط تیم برسابه که رو هوا میخوای به کی بگیری میگه آدم اصلا بیرون رو که نمیتونه اصلا تارگت کنه که پوینت تارگت زده آها یه دونه دو دیگه میتونست بزنه یعنی خب خرستانن دیگه خیلی خوب بود گفتم داشتم راه میبودم دیگه اینجا که نیستن دیگه روشان که نمیزنن چه یه دونه کایا گرفته میچرخه تو مپ آی خدا چقدر کنی آدم آفرین همین کارم بتونی بکنی من گرفتم آره ول پلید نوشته برامه ول پلید من نباید دراگون نصب میگرفتم مثلا من باید اینو میگرفتم مثلا ببینین چرا شاید بگین چرا مثلا خب ایول نگرفتم خب به خاطر اینکه وقتی رستینگ میاد روم استان میزنه خب بابا بزن روش دیگه 3 ساعت معطل تو هم ریسکینگی نیست عجیب بود برام نبود آیتم ریسکینگی چیه فعلا دگر بی کی بی یول چیزایی باش هیچی نیست به من کاری نمیتونم بکنم خب جون خودم برای تو مهمتره برام اون داره میاد نه نیومد خوبه 3 نفر اونجا اتک فکر نکنم بتونم کاری کنم همین کست رنجم خوبه همینجا علکی من اصلا نچرال آیتمامو خوب نمیگیرم اصلا نمیدونم الان چی نیاز دارم خیلی ترای هارد نیستم سر نچرال آیتمام بعد ریسکینگی کلن انقدر تیم برسال گفته بیاد برای تو چه تیپی بود چه مپ دیده میشون تیم برسال واقعا داره یاد میگیری هیروشو توربو میری نباید خیلی سختی باشه چون برقی میان تو توربو تست میکنن ببینن هیرو چه شکلیه
بابا اینو بیالی دگر میکنه چه علکیه. نایس گایز جی جی. او فقط او یارو فقط اون بالا عشق میکنه. ببین عشق. اون تونست بره من نمیتونم برم. دلم میخواد دت بدم. بزنم و اونم هست. خب خوبه. آنیا کنم الان مثلا ایول بزنم. خب زود میمیرم و بخوام مثلا از چیز در بیام. بخوام مثلا از چی میگه خدایا. بعد یارو دیدی کجا گذاشت؟ این تأثیر گذار بود اون یارو. تا موقعی که این نوشه فکر کنم to restrict میخوره silence the target in seconds. silence active شد enough damage taken during the silence will be to the other. all attacks on the silenced target will deal additional damage equal to in if the attacker is a hero and in if the attacker is killed. Provide the true streak for your attack and attack from your controlled unit against the silenced target. همون که میگفتن وقتی که بزنی کسی که evotion داشته باشه. اینه دیگه. میگه الان کس رنج امام حسین داری ولی خب به درد نمیخوره چون مثلا یه ریسکی تمام شد. من باید گلیمیر بگیرم دیگه. خب ولی این کار نمی کنم چون گریف میخوام. Regeneration. نکن گفتم اینجا. آبیزال زد. فقط اومدم دادم برفتم. چرا وقتی که 6 کرد هیچ که انگار نه انگار 3 نفر بودن و دمیج آیتم مگه چی دارین؟ دمیج خیلی نخوردین هیچ. پشمام شاید میج اسلیر خورده بوده روش. اونم هست. این داره جمع میکنه الان. مدوسا داره جمع میکنه. کار خاصی نگه. اومدم من تو دل دیگه در یا سال لای لای لای. میخوام وقتی که بی کرد اومد چیز بی کرد اومد نزدیکشون اون موقع سایلنس آل بزنم. انا حال نمیده. اینجام I go like the devil. کلا جز اینجا ویژن داشتم. اصلا هیچ واردم نمیکارن. بیایی بگی آقا اصلا شاید وارد زدم. مرسی. اوه مای گاد. واقعا من گلیمیر بیارم جدی. گلیمیر اینش
الان ببین یارو چیزه چرا پلید میل میزنه. یارو اسپریت بریکر هم خیلی مالی نیست. سایلنس آل نمیزدم واقعا برای این، چون اصلا امیدی به آرک واردنه ندارم به خدا. اینجوری هم من احساس میکنم اینجا نباید خیلی را برای پوش من میام. تو بی کی بی داری یا نه؟ داری. این برای این بی کی بی زد. الان چیزم اومد روش بلاتون زده بودم یعنی زد. آره او چه کند میشه پشما. آها 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 بابا 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 اینه که اومد که اصلا به درد میخوره. سایلنس اولو بزنم براتون. سایلنس آلم آقا نیمی بشه خیلی خوب میشه. اینجا کند میشن. بعد اورکید میگیرم به جای درگولنس. درگولنس چی بود گفتم؟ فکر میکردم مثلا یه کسی هم برای خودم دمیج میدم. شاید این پست خیلی به درد نخوره. پستی که بخوام بگیرن اوت پست. خیلی صدا زیاد شد ببخشید. اینجا هیست هست. من اینو میگیرم و میام. این دگر برای سایلنسر فکر کنم گیریفه ولی مثلا براش فورس میگیرن اینجور که کاش سایلنس آلم همین زودی ها اومده. بزن من اینو بزنم. گذاشت نکنه اینجا وارد داره. اوه اوی برسم به این. آها درست شد. ها آخی 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 نکن 36 37 همون دمش میدادم چیز بگیرم فقط. آرکین همون اینا چیز دارن. اینا 100 وارد دارن این بالا. بده سایلنس سپتر. میخواست بگه سایلنس رانینگ بعد با سپتر گرفتنم گفت سایلنس سپتر. بود باش بود باش یه اینجا وارد که داری تو. چرا تو وارد باش وارد نداشتی. میب مپه بزن اینو. اینجا دارم ویژن میدم که چرا داره این کارو میکنه؟ بردیم یعنی؟ اینجا وارد داشتن. مارک فور سیل میزنی؟ اینو میزنی؟
چه سگیه. اصلا نگاه کن، دقت کردی اصلا تیم برساوه اصلا انگار تو گیم نیست. خب این دوتا فرار کردن اصلا موندن تو گیم. من بایبک هم چقدر میخواد؟ آره تا بایبک. اتک اسپید 20. اول اتک اسپید 20 خیلی خوبه مثلا برای اتکرش بخوای بگیری، یا ماجیکال یا فیزیکال دیگه. ببین برای میدلینش مثلا خیلی حال میده دوش رو هی آپ بکنی و مثلا اتکی بهش بزنی، ولی مثلا تو چیزش میخوای بری چی میگن گایدش میری، خیلی میگن مثلا 1 و 3 بگیری. دارم روشان میزنم. او روشان has fallen to the radiant. برگشتین چه خود تا اونجا رفتین که برگردین. بابا دمتون گرمه. اینه اکتارین رو میتونم بگیرم. مونده این خوب کاری کردی. ستندری بکاری اینجا خیلی میگن خوبه. این فعلا اینو بذارم اینجا به فنا نرم. اینو رو زدی آقا؟ اینو رو زده. رفتن کجا؟ فکر کنم پایینو دارم پوش میدم به خاطر که کریپ های پایین، این لین پایین پوشتر این نیستش اصلا، ندارم بریسش. جیم دارم. منو میبینن یا نه؟ اکتارین دارم. اکتارین بخوره تو سرم و فعلا که من اینو نجات بدم. مرد. داره ویژن میده سگ. همینجا وایسم ببینم چه خبره. بابا یه گوهی بخوریم. آجی ریپورتش بد کنیم اینو. دلم میخوای من اینو ریپورت کنم. گریف من خودم گریف میکنم هیچ بازی میکنم، این اصلا بازی نمیکنه. را اینجوری گفتم. 30 سکند چه من اینا رو بزنم؟ او مای گودس. اینو که اصلا نمیخوام. اتکرم که ریدم میگیرم با هلس ریجنریشن، بیس اتک تایم و موومنت اسپید بگیرم که به جاش اینو مثلا بیارم فعلا. وای مگه خرین چقدر شما.
واه نمردم. اندوسا چجوری اون سنتریه رو کاشت؟ دامنیتی یه بای بک دارم. بای بکی زریدی. چرا این گوه بای بک اینجا اینو ببین من همه مثلا پایین قسمت مپیم. اگه شیلده رو برمی داشت میرفت پی زندگیش. وات؟ من بنویسم گریف چون خودم من جوش میدم کلمه حفظ کردم. گریف تیمبر واقعا در ریپورت من آمده مشکل ندارم چون واقعا I am legend. اوه بابا چقدر خوب میزنه مدوسوه. آها اینجا اولتراک رمپیج بزن. کیل این شده بود. حاجی چه گیمیه. 10,000 تا دایر ویکتوری. 10,000 هم پول داشتم. حرام بابا جی بنازم. اونا 42 بودن ما 37 بودیم. عالی. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.